دوچرخه دارد پیچه دوچرخه باز شده است. سلام آقای کوسری، خسته نباشید. خیلی ممنون. کاری داشتید؟ ببخشید بیادبیه، میخواستم محسن رو ببینم. محسن بیا ببینم پسرم. با من کاری ندارید؟ نه خیلی ممنون، ببخشید محسن. سلامت. مادرت از درمانگاه بردم خونه. دکتر گفته باید عملش کنم. من دارم میرم شهر تا از یه آشنا بتونم پول تهیه کنم. مواظب خواهرت معصومه باش. به حرفای مارجان گوش بده. یه مقدار پول گذاشتم پیش قاسم آقا، دکاندار سر جاده. گفتم هر روز یه ظرف شیر بذاره کنار. کمی هیزم خورد کردم جلوی کومس. از مدرسه که رفتی ببر تو. محسن یادت نره، هر روز صبح قبل از مدرسه برو شیر رو بگیر. دکتر گفته باید مادرت شیر بخوره. خب دیگه من باید برم. هم برو سر کلاست. هفت این طرفه میگم. چند تا؟ هفت موش این طرفه، درسته؟ چند موش این طرفه؟ 2 موش. اگر این 2 موش ها از اینجا بلند بشن بیان. آقا جان میتونم برم سوگر مقابی؟ خسته نمیشی برو. خسته نمیشه. سلامت بفرمایید. بشین بفرمایید. خوش بامید. کی بود داخل؟
دکتر گفت باید بشه بیمارستان شهر بستری ببینی تا چرا عمل بکنی. خرج عمل خیلی زیاده، تازه معلوم نیه مثل سر چی بلایه. ناراحت نباشن، تو داره درست بگه. خدا بزرگه، ناامید شیطانه، شفا دهنده به خدایا. ناراحت نباش، خدا بزرگه، خدا در شفا ده. هر امری داشتی همه اسلام خدمت. شما هم بیزه خدا را دخانه دعا بکنه من عریب نجات بده. عروس خانم همه دست خدایا، دست به دامن خدا. انشالله که خوب ده، انشالله خدا. آقا وجود که بادرگه؟ نه من که راضی نبون باشه. آخه اون آدم خجالتیه. گفتم انا همه پول از کی خیفه ایری؟ گفته فکرشو نکن، خدا بزرگه، اگه اون بخیه همه چیز درسته. خدا بزرگه خانم، انشالله خدا بزرگه، خدا بزرگه، انشالله هرچی خدا بزرگه. خوب دکتر عروس هده اونو بله بد من داره بده خوب شکر خوب مسئله جان کی آمدی مادر؟ محسن کو؟ محسن این زمان بوز کنه داریم برم. انشالله که خوب اما خیلی خدا بند پشت پناه بده. هر امری بخونی کار بداشتی اما ته اطاعتیم ایسا امتبار. خدا در شفا، خدا حافظ، خدا بند در شفا، خدا حافظ. دست و دامان خدا بند خدا بند بشه بسلامت. خدا حافظ، خدا بشه بسلامت. آجان ایزم آره گذاشتم تو خونه. خیلی خوب کاری بودی. پیشی به پسر، پیشی به خدا در بداره. پیشی محسن چگه موقع نمیای؟ شما ببینید من بعد میام. سلام. سلام مادر، خوبی؟ آره. جایی میخوای بری مادر؟ من به آقاجان پرسیدم میخوام برم شکار مرغابی. آقاجان گفت برو. برم. پس درس مشقت چی؟ نهارم که نخوردی؟ 2 تا کلوچه میبرم. وقتی که اومدم مغزم را مینیست. هوا سرده، سرما میخوری. چگونه میپوشم. تا آقا جانت برگرده گوشت مرغابی داریم، میفروشم پولشو میارم. بشو. خدا در بداره. پسر غیرتیه. خدا نه حفظ بکنه انشالله. همه زخوا پیره منه. مرغابی نرم بله کنی
کنید همه بینه کنید کوده بیشید کنو یواش بیشید کنو یواش بیشید کنو آرام بیشید کنو بیشید آرام کنو آرام بیشید کنانه با کنید آرام امروز اصلا ماغری پیدا نویه همین روزی تو دست خدایی این روز فده این روز فنده هر چقدر خودش مصلحت بدنسته همه که راضیم به رضای خدا بخور دکتر بخور والله خوبه تره بخور دست آشا بخور جان دست در نکن بخور ده جان بگیر بخور ده نخوری دست در نکن محسن جان ده پلا بخور ده آره ده نخوری نه اصلا ته کتا بول بسنی ایزن باور صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد خدایا تو خودت دانی پروردگاره دنه نجات بده عزیز الله اما کسی ناریم بدون تره معصومه بله که مخشب بنوشتی دختر آره بیا سن کافه بدر من گله ببیچم دختر گلم ناراحت بسن نباید مامان خود زود شبه عزیز بالا من گلم خوشگل نبا مار جان خدا همه کارا رو میتونه بکنه بله دختر همه کارنا خدا کنه دیگه به دست خدایو حالا مادرم هم میتونه خوب کنه اگه مصلحت خدا بدره نه هر خوب کنه مصلحت چی؟ اگه صلاح بگوی صلاح بدنی صلاح چی؟ صلاح یعنی هر صدن موقع برسی پسر که موقعش میشه؟ وقتی موقع میشه گو دروغ نگویی نه قسم نخوری نماز بخوانی علال خصوص گو شما زیکن وقتی گو دعا بگودین دست به دامن نماز اصل بزن خدا را دخوادین شما ماری اول خل خود بی مار جان خدا کجایه؟ خدا همه جای دکتر همه جام دینه همه جام اشتبه اگه توی دلمونم بگیم میشنوه بله دکتر شما دعا بکنین شما مریضان حال خدا خوب بکنه شما ماری عالم خوب بکنه سلام مشتاق فاصلی خیلی بده نام شما دارید خوش خبر یا الله امر ندید قربان شما خدا حافظ شما
کلاس اولا رو نویسی کنن، کلاس دوما تمرین ریاضیشون حل کنن. سلام آقا محسن. اول شما تو چی میخواستی آقا؟ نامه خورم پسر هستی. نامه را چی میخواستی بکنی؟ چی نامه می نویسم. می نویسن کاغذ پاکت؟ آره. چی میخواستی بکنی؟ نامه بنویسم. برای پدرت؟ خب پدرت تازه رفته، برای خودش میاد دیگر آقا جان. چرا ناراحتید؟ چرا این دلپوری میکنید؟ باشد حالا با شما کاغذ پاکت میدارم. یا الله، پسر خوبی هستی تو، یا پسر نازنین هستی. داری درس میخوانی، درس تر ادامه بده، خیر بخوان، باش مهندس، باش لیسانسی ها، دکترها رو بگیرید. بارما این کاغذ آجان. حالا تملم میخوایی آقا محسن، این هم تبل کاغذ. تبلا اونجا کاغذ توی پاکت میاندازی و تبلا میبری تو صندوق پستی میدی اونجا، برای خوشم میرن. برو با سلامت، خدا نگهدار شما. خدا حافظ. چیکار میکنی؟ بیا تو در ببن. چی مینویسی؟ نامه. برای کی؟ اگه بگم به هیچ کس نمیگی؟ حتما. برای خدا چطوری؟ نامه می نویسم، تم میزنم، میبرم اونجا جاده اسفالت، بعد اونجا صندوق پست هست میندازم تو صندوق پست، اون وقت میره پیش خدا. توی نامه میخوای چی بنویسی؟ سلام خدا، اسم من محسنه، خواهرم اسمش معصوم است، مادر ما مریض است، حالش خیلی بد است. مادرم باید به بیمارستان برود تا دکترها حال او را خوب کنند، اما خیلی پول زیاد میخواهد. پدرم به شهر دور رفته تا شاید بتواند از آنجا پول زیاد بیاورد، ولی اگر نتواند خیلی پول بیاورد مادرم حالش خوب نمی شود. همسایه‌ها و مارجان و همه می گفتند که خدا همه کارها را می تواند درست کند،
و همیشه خدا مریضا را خوب می کند. حالا من و معصومه برای شما نامه می نویسیم تا شما نامه ما را بخوانید و بیایید مادر ما را به بیمارستان ببرید. شما خیلی مهربان هستید. شما بچه ها را خیلی دوست دارید. ما هم شما را خیلی دوست داریم. اگر مادر ما را ببرید و در بیمارستان خوب کنید ما بیشتر شما را دوست داریم. و اگر شما نیایید من و معصومه خیلی ناراحت میشویم و گریه میکنیم و غصه میخوریم. من و معصومه غیر از شما هیچ کس را نمیشناسیم که به ما کمک کند. من و معصومه هر روز میاییم سر جاده روستای نرگسان و منتظر میمانیم تا شما کسی را بفرستید با ماشین بیارد و مادر ما را به بیمارستان ببرد. این بود نامه من و معصومه برای شما. اینا اینجا. وای یا ابوالفضل یا فاطمه زهرا چی دختر جان نه وای یا فاطمه زهرا یا ابوالفضل تو به داد من برس چی ننه جان خدا مرد من نگه خدا یا تو داد برس یا ابوالفضل تو به داد من برس چی ننه جان وای چی ننه جان وای خدا یا تو به داد من برس یا فاطمه زهرا وای بیا ننه جان ننه محسن باشم بلرس خانمه بگو بهتا کار دارم وای وای ننه جان برده شربت بخور دختر اتا بگو مادرم حالش خیلی بده. داری پسر جان بریم. دکتر جان تو هم ناراحت نباشن که مامان کرا خوب پسر جان تو هم ناراحت نباشن شوی مامان جان کرا خوبه درسته به چه باشه تو هم ناراحت نباشن خدا نه حال خوبه انشالله من عوض ندارم از خدا عوض بگیرین خدا شما را عمر بده امر کمک بگیرین شما دست به دامن خدا به من بده نه حال خوبه خوبه تب دل نره انشالله که درسته از عوض خدا بگیرین خدا شما را عمر بده امر کمک کنین با حق پنج من اول خوبه بود چرا نمیخوابی؟ خوابم نمیاد. آقا جان کی برمیگرده؟ نمیتونم. محسن تو فکر میکنی که خدا توی آسمون خونه داره؟ آره. مثلا کجا؟ تو ما. اون نامه که نوشتی چطوری میره پیش خدا؟ اونجا که خیلی دوره از جنگلام دورتره. ماه جان میگو برای خدا کاری نداره خدا همه کارهای میتونه بکنه. تو فکر میکنی که خدا نام ما رو میخونه؟ آره. بعدش چی میشه؟ خدا میاره.
روشن کن. زود بیا. باش. سلام. سلام. حال شما خوبه؟ سلام. خسته نباشید. حال شما چطوره؟ سلامت باشید. حال شما خوبه؟ خیلی ممنون. گلای پستی. منم لابلای نامه هم چند تا دونه دیدم. این گلا تو نامه ها چه کار میکنه؟ بالاخره گلای پستی پیدا شد. چی هست؟ یه نامه. هیچ نشونی هم نداره. فقط 2 تا اسم که با خط بچگونه نوشته شده، محسن و معصومه صبوری. حتما 2 تا بچه خواستن بازیگوشی کنن. چی کارش کنم؟ مرجوعی که نمیتونم بزنم. در نامه که بازه. شاید آدرس و نشونی تو نامه باشه. یه نگاهی بکن. خانم درخشان نمیدونم چی شده که اینقدر ناراحته. خانم درخشان چیه؟
چی شده خانم سعادت؟ داشتن یه نامه میخوندن یک دفعه حالشون بد شده. خب شما کمک کنید ببرید ایشونو تو دفتر من خواهش می‌کنم. بسیار بلند. تو رو خدا اینقدر خودتو ناراحت نکن. آبقند میخوای واسط بیارم؟ نه. آی پورسیفی ممکنه خواهش کنیم اون نامه رو یه مقداری بلندتر برای ما بخونیم؟ مرسی متشکرم. من خواهش کنم شما فعلا بفرمایید سر کارتون. اگر مثلا پیش من ما برید خواهش راستش این همه عمری که تا به حال از خدا گرفتم تا امروز حضور خدا رو اینقدر واضح و روشن احساس نکرده بود و نمیدونستم که خدا اینقدر به ما نزدیکه، تا جایی که با زبون 2 بچه 7-8 ساله بخواد عظمت و بزرگی خودش رو در چند جمله به ما نشون بده. همکارا تصمیم گرفتند به هر شکل ممکن آدرس اون 2 بچه رو گیر بیارن و کلیه مخارج بیمارستان رو تقبل کنند. من به حال شما همکاران قبطه میخورم. اومدم اومدم